السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران نهایت گرامی، هر جا که هستید شاد و خرم و سرسبز بوده باشید و الله تعالی همه ما و شما را از گزند روزگار و از مصیبت ها و از بلاها حفاظت کنه و همچنان دعا میکنیم الله تعالی به لطف و کرم و مهربانیش این بلایی که اکثر دنیا را فرا گرفته به نام کووید 19 یا مرض کرونا، الله تعالی ای را از سر همه انسانها دور بسازد و به خصوص بندگان مسلمان و مؤمن و همچنان از بلاهای دیگری و از شرهای دیگری مسلمانان را الله تعالی حفاظت کنه و نجات بدهد. میخوام در این مقطع درسی به یک عمل بسیار بزرگ و مهم که مرتبط به می ماه شوال می باشه اشاره کنم و او عبارت از روزه 6 شوال است. روزه 6 شوال یک روزه بسیار مهم و با عظمت و صاحب اجر بزرگ. میشنویم رسول الله صلی الله علیه وسلم چی اجری بیان کرده. حدیث در صحیح مسلم به روایت ابو ایوب انصاری می آید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر. یعنی کسی رمضان را روزه گرفت و بعد از او 6 روزی از شوال را روزه گرفت، ای به منزله عزیز کی گویا این که 1 سال را کامل روزه گرفته باشه. مراد از دهر اینجا 1 سال کامل است. در بعضی روایات میاد که تمام السنه. چند مسائل متعلق به روزه ماه شوال را بدانیم. اول، حکم از این روزه. این روزه نفلی است، نه واجب نه فرض. یعنی اگر کسی خواسته باشد میگیرد و کسی اگر نخواست روزه نمیگیرد، بالاش اجباری نیست. مسئله دوم، این روزه از روزی بعد از عید شروع میشه. اول روز شوال شامل نیست، چون در روز عید ممنوع است که انسان روزه بگیرد. مسئله دیگر، روزه 6 شوال درست است که انسان متفرق بگیرد و درست است که یک جا بگیرد. به این معنا که یعنی درست است در هر روزی، در هر هفته 1 روز 2 روز روزه بگیرد و درست است که همه را یک جا 6 روز یک جا بگیرد، کدام اشکالی ندارد. البته انسان سبقت کند و زودتر بگیرد بهتر است براش. و همچنان درست است که در اول ماه بگیرد، در وسط ماه بگیرد، در اخیر ماه بگیرد. همه ازی درست است. المهم قبل از اینکه ماه شوال ختم میشه انسان این روزه را ختم کنه. مسئله دیگر ایسه که انسان قرض رمضان را اولا ابتداء ختم کنه و بعد از او روزه شوال را بگیرد. به این معنا که اگر کسی از رمضان روزهایی را خورده بنا به اعذاری که برش پیش شده، باید او قرض ابتدا ختم کنه و بعد از او روزه شوال بگیرد تا اینکه اجر برش مرتب شود. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال. یعنی به این معنا که رمضان اگر کامل روزه گرفت یا روزهایی را که خورده او را هم باید کامل کند، پوره کند و بعد از او روزه شوال بگیرد تا اینکه اجر برش مرتب شد. مسئله دیگر، مسئله بسیار مهم و بشارت بزرگ است. ایسه که روزه شوال درست است که روزه نفلی است، اما با فرض معادله شده، یک جا اجرش بیان شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند کسی رمضان را روزه بگیرد و بعد از او 6 شوال بگیرد گویا که 1 سال روزه گرفته باشه. در غیر صحیح مسلم در سنن و صحیح ابن خزیمه روایت میاد که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند کسی 1 ماه رمضان را روزه بگیرد گویا این که 10 ماه روزه گرفته باشه، چون 1 نیکی 10 نیکی حساب میشه در شریعت. پس باقی میماند 2 ماه دیگری. این 2 ماه دیگر به 6 شوال پره میشه. یعنی اونجا 1 ماه ماهی روزه فرضی بود که به
10 ماه به ثواب 10 ماه الله تعالی برای انسان حساب میکنه و 2 ماه دیگر هم به شوال همراه از او فرض حساب کرده جمعا هر دو یک جا، گویا این که انسان این روزه را نفلی میگیره اما اجر و ثوابی فرض را برش داده میشه. الله تعالی قبول کنه و این بشارتی بسیار زیاد بزرگ است. مسئله دیگر ایست که سیست که روزه فرض نیست ولی انسان باید بالای امثال از این روزه ها اهمیت بدهد، چون انسان ضرورت داره به هر اندازه‌ای که انسان اخلاص کنه، صمیمیت داشته باشه و در عبادت نهایت خشوع، تضرع و همه ارکان و واجبات و مستحبات عبادت فرضی را انجام بدهد، بازم نواقص داره. بازم انسان زیاد نواقص در عباداتش است. پس این روزه های نفلی و یا اینکه نمازهای نفلی متمم است. فرائضی که از پیش انسان او نقصانات صورت گرفته یا گاهی بعضی فرائض از پیش انسان ترک شده، فراموش شده که او را قضا بیاره، پس در روز قیامت انسان وقتی که حاضر میشه دیده میشه که در نامه اعمال ازی در فرائض نقصانات است، به طرفی نوافل دیده میشه که نوافل دارد و در چیزی ذخیره در اعمالش داره یا خیر اگر داشته باشه ایره الله تعالی نقصانات فرائضی از ایره به نوافل تکمیل میکند. و همچنان بشارتی بزرگ دیگری رسول الله صلی الله علیه وسلم برای عموم روزه ها میدهد که انسان ایره فراموش نکنه ولو که روزه نفلی است یا فرضی. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند من صام یوما فی سبیل الله، کسی یک روز به خاطر الله تعالی روزه بگیرد، بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا، کسی یک روز به خاطر الله روزه بگیرد، هدف ریا نباشد، نشان دادن مردم نباشد، شهرت نباشد، اهدافی دنیوی دیگری نداشته باشد، فقط رضامندی الله تعالی در روزش بوده باشد، الله تعالی به اندازه 70 سال چهره از زیر از آتش جهنم دور نگه می دارد، یعنی اصلا به جهنم نزدیک نمی شود. و یک اجر و ثواب بسیار بلند و بزرگی است که الله تعالی چی به سبب روزه های فرضی بوده باشه و یا به سبب روزه های نفلی بوده باشه برای انسان میدهد. پس به این نیت هم ما روزه بگیریم که الله تعالی روزه ماه شوال ما را یا روزه های نفلی دیگری که روزی دوشنبه است، پنجشنبه است یا در هفته در هر ماه 13 و 14 و 15 یا روزه های دیگری که برای از اونها فضل و مرتبه بیان شده اونها را میگیریم. این هدف هم در ضمن بوده باشه که الله تعالی همین روزه را سببی دوری از آتش جهنم میگرداند. و همچنان بشارت دیگر هم فراموش نکنیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید الصیام والقرآن یشفعان، روزه و قرآن هر دو روز قیامت شفاعت میکنن. مطلق گفتن روزه فرضی باشه یا نفلی. این بشارات بزرگی است که روزه های نفلی را کم نگیریم و بسیار اهمیت بدهیم. و همچنان روزه سببی پاکی نفس ما میشه، سببی پاکی بدن ما میشه، سببی پاکی معده ما میشه، سبب صحت ما میشه و سبب رفع درجات ما میشه و سببی محو گناه های ما میشه. پس الله تعالی ما را توفیق بدهد و اعمال ما را به درگاهش قبول بکند. تقبل الله منا و منکم.